بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از نامه‌های زیبای الله متعال که شاید بیشتر از اسمهای دیگر و نامه‌های الهی ما به آن دل بسته باشیم و نیازمند آن باشیم، نام مبارک الغفور و الغفار هست. الله متعال غفور هست، غفار هست، غافر الذنب هست، واسع المغفره هست، عفو هست، تواب هست. تمام این نامه‌ها دلالت بر صفت مغفرت و بخشش الله متعال دارند و این صفت برای کسانی هست که دچار گناه و معصیتی شدند، آنهایی که نافرمانی را انجام دادند، گناهی از آنها سرزده. این صفت مغفرت الهی و نام الغفور و الغفار بسیار برایشان خوشایند هست. الله متعال در قرآن کریم در موارد بسیار زیادی خودش را غفور و رحیم و غفار و رحیم و تواب و عفو و بقیه صفاتی که در این زمینه هستند در قرآن کریم بسیار هست که الله متعال خودش را با این صفت و با این نامه ها معرفی فرموده. الله متعال می فرماید ان الله لعفو غفور در سوره حج. الله متعال عفو و غفور هست. و کان الله عفوا غفورا سوره نساء. الله متعال عفو و غفور هست. انا التواب الرحیم در سوره بقره. یعنی صفت تواب توبه پذیر، عفو بخشنده، غفور مغفرت کننده، غفار بسیار بخشنده، اینها نامه های زیبای الله متعال هستند. الله متعال به رسولش دستور داده نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم. ای پیامبر من، به بندگان من بگو، به آنها خبر بده که من غفور و رحیم هستم. نبع عبادی، به بندگان من خبر بده، اعلام بکن برایشان که انی انا الغفور الرحیم، که غفور و رحیم بخشاینده و مهربان من هستم. و حضرت نوح علیه السلام هم به قوم خودش این گونه اعلام کرد فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. میگوید که من به قوم خودم و به ملت خودم گفتم که از الله مغفرت بطلبید، زیرا که الله متعال بسیار مغفرت کننده هست، بسیار بخشنده هست. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی در سوره طه. من غفار هستم، بسیار بخشنده هستم برای کسی که توبه بکند، باز بگردد
و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بدهد. این صفت الله متعال، یعنی صفت بخشندگی و مغفرت، بسیار زیبا هست و قطعا همه من و شما به این صفت و به این نام الله متعال نیازمند هستیم. یک تفاوتی رو که در میان این دو تا صفت هست، صفت الغفور و الغفار، گرچه هر دوتاشون دلالت بر مبالغت و دلالت بر کثرت دارند، یعنی این که الله متعال بسیار بخشنده هست. صفت الغفور دلالت بر این می کند که هرچند گناهان انسان بزرگ باشند، کبیره باشند، خیلی گناه سنگینی رو شما انجام داده باشید، الله متعال غفور هست. و صفت الغفار یعنی هرچند که شما زیاد گناه انجام داده باشید، الله غفار هست. به تعبیر دیگر، صفت الغفور برمیگردد به کیفیت گناهان، یعنی الله متعال غفور هست برای گناهان سنگین، یعنی بهترین کاربرد برای گناهان سنگین صفت الغفور هست. ای پروردگاری که تو غفور هستی، فلان گناه کبیره و بزرگ ما را ببخش. و غفار باز میگردد به کمیت گناهان. ای پروردگاری که تو غفار هستی، زیاد میبخشی، یعنی اگر گناهان زیاد هم باشند باز هم تو میبخشی، گناهان مرا ببخش. یک تفاوت بسیار لطیف و ظریفی هست در میان صفت الغفور و الغفار. الغفور به معنی مبالغه هست، بسیار بخشنده برای گناهان بسیار بزرگ، و الغفار بسیار بخشنده برای گناهانی که بسیار زیاد هستند و تکرار شدند. یعنی این که الله متعال این وقتی که نام زیاد هست، الغفور، الغفار، العفو، التواب، غافر الذنب، واسع المغفره، وقتی که این تعابیر بسیار زیاد برای یک صفت بیان شده که همان صفت بخشندگی و گذشت و معاف کردن هست، دلالت بر وسعت این صفت دارند که الله متعال واقعا بسیار بسیار بخشنده هست. وقتی که الله به این اندازه بخشنده هست، پس بنابراین هیچ کسی نباید از رحمت الله متعال ناامید بشود. اگر تو گناه خیلی سنگینی را انجام دادی، الله متعال غفور هست، بخشاینده گناهان بسیار بزرگ هست. اگر خیلی گناه انجام دادی، الله متعال غفار هست، هرچند گناه زیادی را انجام داده باشیم الله متعال خواهد بخشید. پس بنابراین غفور بودن و غفار بودن الله متعال بدین معنی هست که الله متعال می بخشد. خود این کلمه غفور و غفار به معنی پوشیدن هست. در زبان عربی المغفر به خود گفته می شود، کلاه آهنی، چون که کلاه آهنی محافظی هست برای انسان و سر را می پوشاند. این صفت الله متعال هم همین گونه هست، یعنی این که هم الله متعال گناهکاران را می پوشاند، عیبشان را برملا نمی کند، نمی گذارد که دیگران آگاه بشوند، وقتی که توبه بکنند قبل از قیامت گناهانشان را می بخشد و هم آنها را حفاظت می کند. یعنی صفت مغفرت الهی هم یک نوع پوشش هست برای انسان، ستری هست، و هم یک نوع حفاظت هست که الله متعال انسان را حفاظت می کند. و هیچ کسی از بندگانش را الله متعال از گناهی که شما انجام دادید بین شما و بین پروردگارتان هست و از آن توبه کردید، الله متعال دیگران را از آن اطلاع نمی دهد. و هرچند که گناهان انسان زیاد باشد، بیشمار باشد، باز هم الله متعال گناهان را می بخشد. تا زمانی که شما از توبه کردن و از عذرخواهی کردن
خسته نشده باشید، مطمئن باشید که الله از بخشیدن و مغفرت خسته نمی شود. الله متعال به اندازه مهربان هست، به اندازه غفور و رحیم هست، به اندازه تواب هست که اگر شما برای هزارمین بار، برای 1,000,000مین بار توبه بکنید، به اندازه توبه اول شما الله متعال به شما توجه خواهد کرد، به شرطی که صادق باشید در توبهتون، اخلاص داشته باشی، واقعا ناراحت باشی و پشیمان باشید و بخواهی که توبه بکنی. اگر برای 1,000,000 بار توبه کرده باشی، شکسته باشی، بازم بخوای توبه بکنی صادقانه، بازم الله متعال توبه تو را قبول می کند و مثل توبه اولت الله متعال حرفت را می شنود و گناهت را می بخشد. جالب این است که الله متعال این صفت مغفرت را و اقترانی را که در میان صفات قرار داده بسیار زیبا هست. الله متعال صفت عزیز و غفور را در کنار هم قرار داده. و هو العزیز الغفور در سوره ملک میخوانیم. الله متعال عزیز و غفور هست. الله متعال عزیز غفور هست. رب السماوات والارض و ما بینهما العزیز الغفار. عزیز غفار هست. یعنی این که مغفرت الله متعال از روی ناتوانی نیست، بدین خاطر نیست که نمیتواند شما را مؤاخذه کند پس بنابراین میبخشد. نه، الله متعال عزیز هست، مقتدر هست، توانایی دارد که از شما انتقام بگیرد، اما با وجود عزیز بودن، با وجود مقتدر بودن، با وجود سیطره‌ای که بر شما دارد، باز هم میبخشد. احیانا شاید یک کسی از شما طلبی داشته باشد، چون که از تو میترسد میبخشد، از حق خودش میگذرد. اما الله متعال با این که غالب هست، سیطره دارد، عزیز هست، در عین عزتش میبخشد. معمولا انسانهایی که مقتدر هستند، قدرت دارند، در گذشت هم نمی کنند، نمی بخشند. بسیار به ندرت پیش میاد که یک انسانی غالب باشد، قدرت داشته باشد که حق خودش را بگیرد، قدرت داشته باشد که یک کسی را مجازات بکند، باز هم گذشت بکند. الله متعال در عین این که عزیز هست، غالب و قدرتمند هست، بخشنده هم هست. در عین این که می بخشد و بخشنده هست، بخشندگیش از روی ضعف و ناتوانی نیست، بلکه در کنار بخشندگیش الله متعال عزیز هم هست، قدرتمند هم هست. و یکی دیگر از مواردی که در قرآن کریم الله متعال در کنار صفت غفور قرار داده، صفت رحیم هست. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. اگر شما نعمتهای الله را بشمارید، نمیتوانید که آمار نعمتها را بگیرید و نعمتهای الهی را بشمارید. ان الله لغفور رحیم، همانا الله متعال غفور، بخشنده و مهربان هست. بسیار جالب و زیبا هست که در اینجا الله متعال صفت غفور را با صفت رحیم، نام الغفور را با نام الرحیم یک جا گره زده. یعنی این که الله متعال در عین مغفرتش که بندگانش را میبخشد مهربان هست و در عین مهربانی غفور هم هست. جالب اینجاست که در این آیه، یعنی در سوره نحل آیه 18، الله متعال از نعمتهای خودش صحبت می کند. نعمتهایش را برای ما معرفی می فرماید که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله متعال چنان بر شما نعمت فراوان و گسترده‌ای دارد که اگر شما بخواهید نعمتهای الله را بشمارید نمی توانید. از توان شما و حیطه قدرت شما فراتر هست.
و بعد از آن میفرماید که ان الله لغفور رحیم، الله متعال غفور و رحیم هست. یعنی این که نعمتهای الله متعال به اندازه زیاد هست که شما نمیتوانید بشمارید و نمیتوانید شکرش را به جا بیاورید و چه بسا که بسیاری از شما کفران نعمت بکنند، به جای این که سپاسگزار باشند کفر نعمت میکنند. اما باز هم الله متعال غفور هست و مهربان هست با شما، با وجود این که به شما نعمت داده و شما به جای تشکر و سپاسگزاری گناه میکنید. این کفران نعمت را که خودش گناه هست در کنار گناهان دیگر الله متعال از شما میگذرد و الله متعال مهربان هست و بخشیدنش از روی مهر و محبتی هست و از روی مهربانی هست که نسبت به شما دارد. الله متعال می توانست که در اولین وهله‌ای که انسان دچار گناهی شده مؤاخذه بکند، دچار گرفت و عذاب الهی بشویم، اما الله متعال با رحمت خودش به انسان فرصت می دهد، مجال توبه رو برای بندگانش باز گذاشته. الله متعال با اولین گناه انسان رو مؤاخذه نمی کند، بلکه بارها انسانهایی که گناه انجام می دهند باز هم الله متعال بر مقتضای صفت رحمت و نام الرحیم و الرحمن خودش به انسان فرصت می دهد که توبه بکند. و این کمال و اوج صفت مغفرت الله متعال رو می رساند که مغفرت الهی، عفو و بخشش الهی فراتر از حدس و گمان ما هست، بیشتر از اندازه‌ای هست که ما تصور بکنیم. و اگر ما انسانهای گناهکار و حتی اگر شیطان لعین و رجیم از عمق رحمت الله و از گستردگی رحمت الله متعال خبردار بشوند، هیچگاه از رحمت الهی غافل نمیشوند و ناامید نمیشوند. حتی شیطان از رفتن به بهشت هم ناامید نمیشود، زیرا که الله متعال واقعا بسیار مهربان است. اما این من و شما هستیم که باید خودمان را شایسته رحمت الله متعال قرار بدهیم، اعمالی را انجام بدهیم که ما را به الله متعال نزدیک بکند، توبه بکنیم، طلب مغفرت بکنیم، عذر بخواهیم از الله متعال، گناهی رو که انجام دادیم نگذاریم که کهنه بشود، بلا فاصله کار خیری رو پشت سر آن انجام بدهیم و خیلی زود توبه بکنیم. در یک روایت هست، یک حدیث قدسی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم، بسیار زیبا هست که عمق و گستردگی صفت مغفرت را برای ما بیان می کند. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که الله متعال چنین اعلام فرموده: یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، ای آدمی زاد اگر گناهان تو به سقف آسمان هم برسد، زمین تا آسمان گناه داشته باشی، ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، اگر گناهان تو دنیا را پر کرده باشه تا سقف آسمان هم رسیده باشد و بعد از آن بیایی و از من عذرخواهی بکنی، طلب مغفرت بکنی، تو را میبخشم و پروایی ندارم. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفره، ای آدمی زاد اگر به اندازه پوری زمین برای من گناه بیاری و روزی که در پیشگاه من حاضر میشوی موحد بیایی، دچار شرک نشده باشی، لاتیتک بقرابها مغفره، به اندازه پوری دنیا من به تو مغفرت خواهم داد. دیگه میخوایی با چی مثال بزنی؟ یک دنیا گناه اگر داشته باشی عذرخواهی بکنی الله متعال میبخشد و چه بسا که بدون توبه هم الله متعال ببخشد.
یعنی این که شما گناهانی زیادی رو دارید اما در کنار این گناهان اهل توحید هستید، اهل احسان و نیکوکاری هستید. گناه زیاد داری اما نیکی های بسیار زیادی رو هم داری. چه بسا که شفاعت یک شفاعت کننده شامل حالت بشود، چه بسا که الله متعال به خاطر یک مصیبتی که بر تو آمده گناهانت را ببخشد. یعنی موارد و بهانه های مغفرت الهی برای انسانهای گناهکار بسیار زیاد هست. و نقطه دیگر و نقطه پایانی این که اگر انسانی زیاد گناه انجام بدهد مباید و نباید از رحمت الله متعال ناامید بشود. اگر 1000 بار 1,000,000 بار توبه شکستی بازم توبه بکن، بازم الله متعال میبخشد و وعده کرده الله متعال که ببخشد. یک روایت بسیار زیبا هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری و صحیح مسلم. یک حدیث قدسی هست که الله متعال میفرماند که اذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لی ذنبی. انسانی گناهی رو انجام داد و بعد از این متوجه شد که گناهی رو انجام داده، دعا کرد که اللهم اغفر لی ذنبی، پروردگارا گناه مرا معاف بکن. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که الله متعال میفرماید اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب و یأخذ بالذنب. این بنده من گناهی را مرتکب شد اما این بنده من میداند که پروردگاری دارد که گناهان را میبخشد و چه بسا به خاطر گناه مؤاخذه بکند. هم احتمال دارد ببخشد و اگر توبه نکنیم شاید مؤاخذه بکند. خب الله متعال او را میبخشد. این انسان دوباره گناه میکند، بعد از این که گناه کرد دوباره متوجه میشود اشتباه کرده، دوباره دعا میکند اللهم اغفر لی ذنبی، دوباره توبه میکند، بازم گناه انجام میدهد و دوباره توبهش را میشکند. یعنی گناه انجام میدهد، توبه میکند، توبه را میشکند، دوباره گناه انجام میدهد. الله متعال در هر مرتبه اون را میبخشد. و جالب این هست که در آخر این روایت اومده که الله متعال میفرماید اعمل ما شئت فقد غفرت لک. الله متعال به این بنده ای که هی گناه میکند، بعدش توبه میکند، توبه رو میشکند، دوباره گناه انجام میدهد، دوباره توبه میکند، یعنی توبهش صادقانه هست و به اغوای شیطان احتمال دارد که انسان گناهی رو مرتکب شده باشد، الله متعال میفرماید اعمل ما شئت، برو هر گناهی را که میخوای انجام بدهی انجام بده، فقط غفرت لک، من تو را بخشیدم. یعنی این که هرگاه گناهی رو انجام دادی، برای 1,000,000 بار هم گناهی رو انجام دادی، اگر بعد از آن صادقانه توبه کردی باز هم من تو را میبخشم. پس بنابراین جایی برای ناامیدی نیست. انسان مسلمان هرچند گناهانتون سنگین باشند الله غفور هست، هرچند زیاد باشند الله متعال غفار هست، هرچند توبه شکسته باشی بازم الله متعال تواب هست. امیدوار هستم که الله متعال به ما توفیق بدهد که از گناهان پرهیز بکنیم و اگر گناهی از ما سر زد توفیق بدهد که توبه بکنیم. اگر توبه ای رو شکستیم باز هم به ما توفیق توبه عنایت بفرماید و قبل از این که ما را از دنیا میبرد گناهان ما را پاک و صاف و بخشیده بگرداند و معاف بگرداند. امیدوار هستم که در دنیا و آخرت انشاءالله سرفراز و سربلند باشید. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا
وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه، كم مرة